ما اومدیم از بعد در واقع رواندرمانی به موضوع خیانت نگاه کردیم. یعنی من اینجوری بحثو شروع کردم که از بعد رواندرمانی نظریه پردازای بزرگ و روانشناسای بزرگ و صاحب نظر اومدن موضوع خیانت رو اینجوری مطرح کردن که مثلا فروید میگه که همیشه توی رابطه‌ای که به خصوص رابطه زوجیت زن و شوهر، نه حالا روابط خیانت‌های دیگه، تو رابطه خیانت زوجین باید به این فکر بکنیم که دو نفر نیستن توی رابطه که به هم دیگه خیانت میکنن. باید همیشه رابطه زوجین رو 4 نفره در نظر بگیریم. یعنی که هر زوجی هم که 2 نفرن، در واقع اینا 4 نفرن. این 4 نفرن که باعث خیانت میشه. حالا این 4 نفر کیا هستن؟ ما میگیم که خب چطوری میتونیم بگیم 4 نفر؟ یه زن، یه مرد. پس 2 نفر دیگه کی هستن؟ میگه یک زن و یک مرد فیزیکشون هست، یک زن و یک مرد تفکرشون در درون این 2 نفر حاکمه. قصه عشقشون و قصه زندگیشون در این 2 نفر حاکمه. حالا غیر از فروید، روانشناسای دیگه‌ای هم بعد از فروید به این موضوع اشاره کردن. مثل استنبرگ یا اشتنبرگ اومده به این موضوع اشاره کرده که میگه هر آدمی از کودکیش قصه عشقی داره. این قصه عشق براش از اون موقعی که خودش یه کودک بوده، تو حال تو روابط پدر مادر، تو روابط اطرافیانش، توی کارتون، فیلم، نقاشی، تصویر، حالا هر چیزی اون قصه عشق رو در واقع ترسیم کرده برای خودش. در ناخودآگاهش اون قصه عشق هست و این ناخودآگاه زمانی که میخواد انتخاب بکنه یه جورایی هم به کمکش میاد، هم ممکنه بهش آسیب بزنه. یعنی میاد به کمکش اینجوری که یک نفری سر راهش قرار میگیره، یه بخشایی از اون شخصیت با قصه عشقش جور بوده. میگه مثلا من همیشه دوست داشتم یه زنی داشته باشم، یه شوهری داشته باشم، مثلا مسئولیت پذیر باشه، آروم باشه، صبور باشه، نمیدونم دغدغه‌مند باشه، متفکر باشه، اهل تفریح باشه، اهل لارج باشه، پول خرج کردن باشه و بعضی از این فاکتورها رو در اون شخص میبینه. در اون شخصی که امروز برای ازدواج میخواد انتخاب بکنه میبینه. بر اساس اون فاکتورها به فرد علاقه‌مند میشه. مثلا یک رابطه عاشقانه شکل میگیره و بر اساس این رابطه عاشقانه پیش میرن و همدیگه رو انتخاب میکنن. ولی وقتی میرن زیر یه سقف تازه میبینن که فقط بعضی ویژگی‌ها در اون فرد بوده. یعنی خیلی از ویژگی‌هایی هم که من میخواستم نبوده و تازه من اون نداشته ها رو میبینم و وقتی نداشته ها رو میبینم اینجاست که اون قصه عشق من میاد وسط تو رابطه‌ام و اینجاست که من احساس میکنم این نداشته ها داره خلأ من رو هی عمیق‌تر میکنه و من نمیتونم این خلأ رو پر کنم. بعد آروم آروم به سمت اینکه خب یه موقعیت‌هایی پیش میاد که نداشته ها باز در دیگران تجلی میکنه و این تجلیه اگر که یه سری چارچوب‌ها و مرزها به قول خانم خانی که موضوع امروز میخوام مسئولیت پذیری باشه، مسئولیت پذیری وجود نداشته باشه، ما رو سوق میده به سمت خیانت. پس فروید نگاهش اینه که میگه که همیشه به این نگاه کنی که توی رابطه زوجیت 2 نفر نیستن، 4 نفرن. قصه عشق خانم، قصه عشق آقا. حالا قصه عشقشون آیا تو خودشون به واقعیت تبدیل شده یا تو واقعیت تبدیل نشده؟ اگر تبدیل شده خب این 2 نفر باب خیانت کمتر براشون ممکن باشه. ولی اگر که تبدیل نشده احتمال اینکه این خیانته و نداشتن مسئولیت و نداشتن تعهد و چارچوب نداشتن کمک بکنه به اینکه باب خیانت باز بشه احتمال این زیاده. حالا این دیدگاه یه رویکرد ما خیلی هم سرش وای نمیسیم ولی یه دیدگاه رواندرمانی. حالا تو بحث مسئولیت چیزی که امروز واژه‌ای که امروز قرار دوباره ازش استفاده کنیم، باز می‌بینیم مسئولیت میره تو حوزه اخلاق. یعنی چاره‌ای نداریم، نمیتونیم، ناگزیریم با رویکرد اخلاقی هم در اولویت اول به موضوع مسئولیت نگاه کنیم. در حوزه این واژه خیلی نظریه پردازان در دانش‌های مختلف، علوم مختلف راجع به این موضوع صحبت کردن. مثلا پدر جامعه شناسی فرانسه امیل دورکیم راجع به مسئولیت خیلی قشنگ صحبت کرده. میگه اصلا مسئول به کی میگیم؟
میگه کلمه مسئول یعنی فردی که در معرض مجازاته. یعنی چی؟ میگه یعنی اینکه اون فرد نسبت به اون کار مسئولیت داشته و اگر که یه اشتباهی تو اون کار اتفاق بیفته، اگر خطای اونجا اتفاق بیفته، اول کسی رو که مؤاخذه‌اش میکنن و مجازاتش میکنن اونه. مثلا اینجا یه مادر نشسته، منم که یه مشاورم مثلا این طرف نشستم، یه بچه‌ای از اینجا، بچه این مادر خودشو تا کمر خم کرده و پرت میشه. اگه این بچه پرت بشه بیرون، منو مجازات میکنن یا اون مادر؟ مثلا من مادرش رو مجازات میکنم، چون میگن تو مادرش بودی. حالا یه وقت هست اون مادر اینجا نیست، ته راهروه، دم دره، ولی من اینجام. اگه این بچه بیفته پایین، اول کی مجازات میکنن؟ میگن حالا مادرشون دور بود تا بهش برسه، تو اینجا بود چرا نگرفتیش؟ پس نگاه جامعه شناسی در مورد فرد مسئول اینه، میگه که مسئول کسی که در معرض مجازاته، به هر دلیل، به هر شکلی اون اتفاق وقتی بیفته گردن اون. حالا اگه یه خیانتی در بین زوجین اتفاق بیفته، مثلا من شما رو در معرض مجازات قرار نمیدم، اون دو نفر در معرض مجازات قرار میدن. یعنی مسئول زندگی هم بودن، به هم متأهل بودن، باید نسبت به تعهدشون وفادار میبودن. و شرط اول و پایه اصلی در واقع تعهد همون مسئولیت پذیریه. وقتی چیزی برای من تکلیف شد، من تعهدی رو پذیرفتم، من در قبال اون مسئولیت باید پاسخگو باشم و اگر آسیبی به اون وارد بشه، من نسبت به این مسئولیتم کوتاهی کردم. این از حوزه اخلاق قابل بررسی. اما باز حالا میایم تو حوزه روانشناسی به این فکر بکنیم که خب حالا توی یک رابطه زوجیت و یک رابطه عاشقانه چطوری فرد اصلا مسئول میشه و چطوری باید از این مسئولیتش مراقبت بکنه. این هم یک بررسی عمیق لازم داره. ما ببینیم اصلا خب مسئولیت اولیه رو پذیرفت، ولی در راستای زندگی از چه مسائلی باید مراقبت بکنه که خودش رو نسبت به مسئولیتش تخریب نکنه، تضعیف نکنه و مسئولیتش رو نادیده نگیره. اینجاست که ما برمیگردیم به اون عزت نفس فرد، یعنی میزان خود ارزشمندیش، چقدر برای خودش ارزش قائله، چقدر خودش رو دارای کرامت و ارزش می‌بینه که اون کرامتش رو نمیخواد از دست بده، به همین دلیل پای مسئولیت‌هایی که پذیرفته سخت کوش وای میسته و سعی می‌کنه از مسئولیت‌هاش محافظت کنه و مراقبت کنه. پس اینجا رو می‌کرده روانشناسی این کمک رو می‌تونه بکنه که هر چقدر میزان عزت نفس و خود ارزشمندی فرد بالاتر باشه، احساس مسئولیت پذیریش هم به همون نسبت میره بالا و نسبت به مسئولیت‌ها و تعهداتش پایبندتره. و زمانی که تعهداتش رو بهتر بپذیره، زمانی که خودش رو با ارزش ببینه، زمانی که دارای کرامت خودش رو ببینه و نسبت به تعهداتش خودش رو مسئول ببینه، باب اینکه خیانت درش باز بشه کمتر میشه. یه وقتایی هستش ما در حوزه روانشناسی میگیم که باب خیانت از اونجایی باز میشه که آدم‌ها وارد یه رابطه میشن، همونطور که گفتم ویترین فرد رو دیدن، ظاهر فرد رو دیدن، فکر کردن این هم قصه عشق منه، همون چیزایی که می‌خواستم توی این آدم هست. ولی وقتی وارد میشن میبینن نه، فقط بعضیش تو ویترینش هست. وقتی میری پشت مغازه میبینی که نه، خیلی چیزا هم نداره، ویترینش فقط قشنگ بوده. بعد وقتی اینجاست که اگر من دارای اون عزت نفسی کرامت ذاتی باشم، میگم خب یک دلیلی توی این که حالا این اتفاق افتاده وجود داره و اون دلیل میتونه این باشه که من از لحاظ عزت نفس و کرامت ذاتی خودم باید رشد کنم. میتونه یه نگاه اینطوری باشه، یه نگاه هم اینطوری باشه که نه، حالا که نیست، من میتونم برای خودم نسخه صادر کنم که میتونم جای دیگه پیداش کنم. این دو راه رو میتونه فرد انتخاب بکنه، همیشه اون برسر دو راهی، یا بره به سمت این که حالا من با این انتخابی که کردم چجوری میخوام خودم رو رشد بدم، متعهدانه، مسئولانه نسبت به انتخاب خودم پیش برم، یا اینکه نه، من احساس میکنم نیست و من میتونم جای دیگه تقاضا کنم بهش برسم. من نظرش میخوام بپرسم در مورد این مسئله. مستقیم ناظر خود مرده. خیلی تاثیر داره.
مثلا اگه اینطور باشه که مثلا اون فرد الان خود سن ازدواج هم بالا رفته، تقریبا اون الگوی ذهنی که داشته برای روباس میزدن همواره مسئلهش رو میگه. خب اگر اینطوری باشه مثلا تو چطوری میتونی مثلا یه مرد مثلا در کوتاه مدت میتونه اون الگوی ذهنی فرد رو تغییر بده که بخواد به قول معروف مثلا این اتفاق بخواد بیفته؟ حالا فکر کنم در تایید بگیرم از شما که واقعا شاید این عاملی باشه که این طول سالها یه مقدار یعنی یه دلیل خیانت میتونه باشه. شما اصلا گفتیم دیگه یکی از دلایل خیانت که جلسه گذشته مسائل جنسی نارضایتی جنسیه. خب حالا میشه روی این کار کرد. نارضایتی جنسی عامل مهمی باشه. ولی حالا میتونم برم میشه سکس تراپی یا مثلا ببینید الان یک مسئله مهم در روابط زن و شوهر باید بهش دقت بشه و اون اینکه تابوی رابطه جنسی شکسته بشه. این رابطه کاملا باید تحت آموزش به زوجین جوان اتفاق بیفته. یعنی اگر که بهشون بگیم برن به روش آزمایش و خطا خودشون برسن به نتیجه مطلوب، این امکان وجود نداره. به خصوص در عصر حاضر، در عصری که ما داریم زندگی میکنیم، به دلایل مختلف این اتفاق نمیفته. به قول شما یک الگوی غلطی اصلا ممکنه آقا یا خانم داشته باشه برای اورگاسم رسیدن. یک نوع سبک زندگی وجود داشته باشه، یک نگرش ها و باورها و تابوهایی وجود داشته باشه. اصلا ممکنه عواملی مثل فضای مجازی، اینترنت، فیلم‌های پورن و خیلی مسائل دیگه باعث شده باشه که در فرد ناتوانی و مشکلات جنسی پیش اومده باشه. امروزه مراجعه کردن به کلینیک‌های اختلالات جنسی، چون ما دو تا واژه شاید شبیه به هم داریم که اینا تا تفکیک نشن از هم دیگه حل مسئله کار راحتی نیست. یک دسته اختلالات جنسی داریم، یک دسته انحرافات جنسی داریم. فردی که اختلالات جنسی داره فردیه که خوابه، ولی فردی که انحرافات جنسی داره خودشو زده به خواب. ما ممکنه اون فردی که انحرافات جنسی داره رو نتونیم زیاد براش کار درمانی درست درمانی بکنیم، ولی فردی که اختلالات جنسی داره میتونه حل بکنه مسئله‌ش رو و مراجعه به این کلینیک‌ها میتونه کمکش بکنه که اختلالش رو رفع بکنه. اختلال یعنی پارازیت تو رابطه است. پارازیت تو اینترنت وقتی هست یعنی چی؟ یعنی که صدا به هم نمیرسه، یعنی پیام منتقل نمیشه، یعنی ما نمیتونیم ارتباط درستی برقرار بکنیم. وقتی ما میگیم تو رابطه جنسی فرد دچار اختلالاته، یعنی یه پارازیت هایی وجود داره که این دو نفر نمیتونن با هم دیگه رابطه درستی داشته باشن. پس این پارازیت ها باید برداشته شه، این مشکلات باید، مسائل باید حل بشه. اگر دو نفر در عصر حاضر مشکل خیانتشون این باشه، این دیگه یه مقداری نخواستن که مسئله رو علمی حلش بکنن، مسئله رو درست حلش بکنن. ما این اتفاق میفته. حالا اگر نرفتن اصلا حلش بکنن، ما یه راهکار بدیم که زوجه به این موضوع اصلا فکر نمی‌کردن. فکر می‌کردن خودشون خیلی هم طبیعی‌ان، خیلی هم پرفکتن، خیلی هم در حل مسائل جنسیشون توانمندن. وارد رابطه میشن. ناتوانی، عدم ذوق و سلیقه‌شون، عدم اینکه بتونن با هم دیگه اصلا بدون حجب و حیاهای نامطلوب، بدون خجالت‌های اضافی بیخودی مچ بشن وجود نداره. کاری که باید بکنن آگاه باشن به اینکه این رابطه خیلی مهمه و آسیب زننده است. پس چون مهمه و آسیب زننده است، یه چیزی حدود 80% رابطه رو همین رابطه جنسی میتونه تحت شعار خودش قرار بده. پس باید با دقت وارد این رابطه بشن. اولی که اعتماد به نفس جنسی همدیگه رو نگیرن، تخریب نکنن. تو ناتوانی لیبل به هم نچسبونن. تو ناتوانی، تو سردمزاجی، تو فلان، اینجوری. با هم تلاش بکنن مسئله رو حلش بکنن. کمک بگیرن از مشاور، کمک بگیرن از روانپزشک، کمک بگیرن از سکس تراپ، کمک بگیرن بتونن مسئله رو حلش بکنن. و اگر این مسئله حل بشه، خب یکی از شکاف‌هایی که میتونه عامل خیانت بشه همین موضوع کم مسئله‌ای هم نیست، میتونن حل شه. ولی بعضیا اینو در سر همون تابویی که وجود داره هی تو فاز شرم و حجب و حیا و نمیدونم تو خودشون ریختن و بروز ندادن و راجعش درست حرف نزدن و اینا میبرن. بعد یه دفعه از یه جایی میزنه بیرون. گفتیم خیانت همیشه اول در خفا شروع میشه.
یعنی وقتی فرد نارضایتی جنسی داره، این تنها جایی که میتونم این نارضایتی رو اعلام کنم خفاست. کس دیگه است. جایی که در مورد صحبت دقیقاً. کس دیگه جای دیگه در خفا. و اونجا تازه